کسایی که واکسن کرونا زدن این ویدیو رو حتما ببینن و برای تمام دوستانشون هم این ویدیو رو حتما بفرستن که از این خبر مهم با خبرشن. علائمی مثل تب خفیف، خستگی و بیحالی، تپش قلب، التهاب قلب، لخته شدن خون، سردرد، دردهای عضلانی یا مفصلی، سرطانهای مختلف، سردی بدن، بیحالی، همش از علائم واکسن کرونا که جدیداً تو بدن مردم داره خودشو نشون میده و اگر جلوشو نگیری غیر قابل جبران میشه برات. ببین اصلا نگران نباش، چون میخوام بهت راه درمانشو بگم که خیلی هم سریع جلوشو بگیری. نه تنها تمام دوزهای این واکسن از بدنت پاکسازی میکنه، بلکه سلامتی تو به بدنت برمیگردونه و تمام این علائم درمان میکنه. حتی خودم ازش استفاده کردم و نتیجه مطلوبی گرفتم. این اینستاگرام بدون منو بلاک میکنه اگر این مطلب رو اینجا کامل بهت بگم، پس باید تو دایرکت بهت خصوصی بگم. پس کلمه کرونا رو این زیر کامنت کن، دایرکت هم سریع چک کن تا برات ارسال بشه. یادت نره پیج منو فالو کنی. متشکرم.